93 سال زندگی کردم. فعالیت کاریم را از مکتب رقمی 59 سر کردم. بعدتر من رو همچون برای جای دیگر استقامتی دیگر شدن به مکتب 93 پایتخت پیرود و گذراندم. به طور گزارش گذاشتم و تا سال 98 در اونجا بودم. ساکنان شهر دوشنبه همه از گرد اطراف بودند، بنابراین دوستی بین آنها خیلی مستحکم بود و من سالهای جوانی من که در آنجا گذشت، من این شهر را به حد دوست می‌دارم. حاضر که در خوجند زندگی میکنم، من بیشتر وقتی که از همین خیابان‌های شهر خوجند میگذرم بسیارش رو به شهر دوشنبه مانند می‌دونم و آن چیزی که در جوانی وای پیدا شده بود در این سن سال یافته نمیتوانید، بنابراین بعضا حتی دلم گم هم میزند. در باغ بوتانیکا ما بسیار میرفتیم. همون تحصیل ما یعنی تیاری ما به امتحانات دولتی، به امتحانات مثلا تابستانه همه تیاری همون در همونجا میدیم، برای اینکه اونجا بسیار خوشمنظره بود، بسیار تیز بود. روزهای مثلا شنبه بعد از درس، روزهای یکشنبه تا ابید همین یک وقتا داشتیم که یک وقتای معینی داشتیم که همین یعنی استراحت برای ما بود، برای راحت برای ما بود. مثلا در آنجا مثلا چایخانه راحت یکی از چایخانه‌های بهترین شهر دوشنبه، نامدارترین تمام جمهوری و رفته در همونجا استراحت کردیم. شورجابوف نکروز خواننده صف نهم گیمنازیوم رقم 1 و در شهر خوجند زندگی کرده هستم. زاده شهر دوشنبه می باشم و اوان کودکیم در شهر دوشنبه گذشته است. با سبب‌های عائلوی ما به شهر خوجند کوچیدیم. وقتی دوشنبه میگویم پیش از همه یک مردمی که بسیار سخاوتمند است پیش نظرم میاد. مردمی که برای دوستی خودش هیچ چیز را دریغ نمی‌دارد. پیش از همه همین چیز به نظر من میاد. بعداً مردمی که اتفاق هستند، اهل هستند، چون که در آن کودکی نیز ما جورها بودیم، در یک خانه‌های همدیگر جمع می‌مونیم، بازی می‌کردیم و بین خودمان بسیار ما اتفاق بودیم، یعنی دوستی نزدیک بودیم. به این و آن مراسا کرد تاجیک، خودی را باز احیا کرد تاجیک. چه تاجش بود ده پایتخت شد، دوشنبه را بخارا کرد تاجیک. واقعا دوشنبه برای من همیشه یک بخارای نوین میموند.